فقط با یه مربع 50 سانتی. نه یکی، 2 تا مینی اسکارف بدوز که هم برای کسب درآمد و فروش عالیه، هم برای گل دختراتون. من این مربع رو که برش زدم از وسط مثل روسری تا میکنم. راستی اول این پست لایک و ذخیره کن و برای اون دوستت که گل دختر داره ارسال کن. حالا از طرفین به اندازه 10 الی 12 سانت داخل بشین، طوری که این خط عمود که رسم می‌کنید به اندازه 10 نهایتاً 12 سانت باشه. حالا این دو گوشه رو باید دور ریز کنید. قسمت بالای کار رو هم که جدا می‌کنیم تا 2 تا مینی اسکارف خوشگل بهمون بده. به این شکل این دو سمت رو دور ریز می‌کنیم. حالا یه نوار به پهنای 6 سانت و به طول 20 سانت هم برای بندش برش می‌زنیم و کنار می‌ذاریم. قسمت بالای کار رو یک بار نیم سانتی داخل میشیم و یک بار 1 سانت ها میزنیم برای پاکدوزی روی سر. و این قسمت هم که پشت کار هستش سعی کنید خیلی ظریف 2 تا لایه کوچیک بزنید و چرخ کنید. خب به این شکل دو گوشه کار رو تمیزدوزی می‌کنیم. فقط دو سمت کار باز هستش که برای بنده. من یک کش به پهنای 2 سانت و طول 10 سانت برداشتم، بندینکم رو روی هم گذاشتم و دوختم به سمت رو برمیگردونم و کش رو از داخلش با سنجاق عبور میدم و دو سمتش رو فیکس میکنم که در نره. حالا میام یه سمتش رو میذارم روی این قسمت تا میزنم روی هم و چرخ میکنم. سمت مقابل رو میکشم میارم دوباره روی سمت بعدی و به این شکل چرخ میکنم. کافیه به سمت رو برگردونید. خیلی قشنگ این قسمت بند قلفتی دوخته شده.